It's not who I am underneath, but what I do that defines me. بتمن شوالیه تاریکی یکی از باهوشترین، قوی‌ترین و ترسناکترین قهرمان‌های دنیای کمیک، ولی پشت این ماسک و شنل کلی راز پنهان شده که شاید حتی بزرگترین طرفدارای بتمن هم ندونن. پس آماده شد چون قراره 10 تا از عجیب‌ترین و نایاب‌ترین فکت‌های بتمن رو با هم بررسی کنیم. شماره 1: بتمن از زورو الهام گرفته شده. باب کین و بیل فینگر خالقان بتمن از شخصیت زورو الهام گرفتن، یه قهرمان نقابدار که شب‌ها علیه ظلم مبارزه میکنه. شماره 2: بتمن استاد 127 سبک مختلف مبارزه هستش. برخلاف چیزی که تو فیلم‌ها می‌بینیم، بتمن توی کمیک‌ها یکی از بهترین مبارزین تاریخ با تسلط روی سبک‌های مثل کاراته و حتی تکنیک‌های مبارزه ساموراییه. شماره 3: آیکیو بتمن از اینشتین بالاتره. طبق کمیک‌ها ضریب هوش بروس وین 192 هست، در حالی که آلبرت اینشتین آیکیو 160 رو داره. شماره 4: اون میتونه 3 سال بدون خواب زنده بمونه. با تکنیک‌های مدیتیشن و میکروخواب بتمن میتونه فقط با چند دقیقه استراحت در روز به مدت 3 سال زنده بمونه. شماره 5: بدن بتمن خیلی سریعتر از آدمای عادی ترمیم میشه. تو دنیای واقعی شکستگی استخوان بین 6 تا 8 هفته زمان میبره تا خوب شه، اما بتمن به این چیزا نیازی نداره. میدونی چرا؟ شماره 6: نسخه شیطانی از بتمن وجود داره که دنیاها رو نابود میکنه. تو دنیای موازی یه نسخه شیطانی از بتمن وجود داره به نام The Batman Who Laughs که توسط جوکر فاسد شده و به یه موجود وحشتناک تبدیل شده. این بتمن از جوکر هم ترسناکتره. شماره 7: بتمن نقشه نابودی تمام لیگ عدالت رو داره. اون از نقاط ضعف سوپرمن، واندرومن، فلش و بقیه قهرمانان اطلاع داره و برای نابود کردنشون برنامه‌ریزی کرده. اون حتی نقشه نابودی خودش رو هم داره. شماره 8: بتمن چقدر به مهارت‌های روانشناختی نیاز داره؟ بر اساس مطالعات برای تبدیل شدن به یک کارگاه واقعی مثل بتمن حداقل 8 تا 10 سال آموزش روانشناسی و جرم شناسی نیازه، ولی خب بتمن به این همه زمان نیاز نداره طبق معمول، چون شماره 9: روز جهانی بتمن وجود داره. میدونستی که هر سال یه روز خاص به نام بتمن دی وجود داره؟ دیسی این روز رو توی سپتامبر جشن میگیره و کلی طرفدارا لباس بتمن میپوشن و کمیک‌های خاصی منتشر میشه. میرسم به آخرین فکت، اونم از فیلم بتمن. شماره 10: کریستوفر نولان از بازیگراش خواست که کمیک‌های بتمن رو نخونن. نولان به کریستیان بیل، هیث لچر و بقیه بازیگرای د دارک نایت گفت که به جای مطالعه کمیک‌ها فیلم‌های جنایی مثل هیت و گادفادر رو ببینن. بالاخره پیدا کردی پیانو.